ثبت برگشت از فروش در نرم افزار پیشگامان. برای ثبت برگشت از فروش از گزینه بازرگانی، اسناد فروش، رسید برگشت از فروش یا میانبر کنترل F3 استفاده می‌کنیم. برگشت از فروش زمانی اتفاق میفته که مشتری که بهش فروش داشتیم یه مقدار یا بخشی از اون کالایی که بهش فروش داشتیم و به یه دلایلی به ما برگردونه. برای ثبت به این قسمت میایم. از قسمت شماره فرعی تاریخ روزی که بهمون برگشت داده بود رو وارد میکنیم. انبار، معین که به صورت پیش‌فرض روی بدهکاران میاد. تفصیل هم شخصی که بهمون برگشت داده، برای مثال آقای محمودی. توضیحات و اینجا کالایی که برگشت خورده، برای مثال 1 عدد خودکار دقیقاً به همون نرخی که فروش داشتیم باید برگشت از فروش رو بزنیم که میتونیم از این قسمت استفاده کنیم. مانده و بهای کالا که نرخ فروش ثبت شده ما چقدر؟ 200,000 ریال. اینتر. ذخیره، شماره اصلی و سند حسابداری رو بعد از ذخیره بهمون میده و با کنترل پی هم میتونیم چاپ بگیریم که اینجا کالایی که برگشت خورده تعداد و قیمت نمایش داده میشه و تو این قسمت مانده بدون احتساب این فاکتور، یعنی این شخص مبلغ 3,007,000 ریال به ما بدهکار بوده که با این برگشتی که داده بدهکاریش کمتر شده 2,807,000 ریال.